عوض از اینکه انفجار بتیم، انتحار بکنیم و انسانهای بیگناه را به قتل برسانیم، بیاین رو بیاریم به طرف نمایشگاه ها، به طرف تولیدات صنایع دستی، به طرف تولیدات زراعتی، تا در جامعه انسانی و برای مردم خود خدمت کرده بتانیم. این پیام سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در دوشنبه به گروه طالبان روانه شده است. سفارت افغانستان در تاجیکستان امروز با تشکیل نمایشگاه محصولات تاجران افغان مقیم دوشنبه خواست پیام صلح‌آور به جانب‌های گفت و شنید صلح برساند. در نمایشگاه محصولات تاجران افغان بیش از 40 انواع محصولات زراعتی و صنعتی به معرض عام گذاشته شد. مسئول بخش تجارت سفارت افغانستان در دوشنبه هدف‌های دیگر این نمایشگاه را شرح داد. این نمایشگاه چند هدف مشخص دارد. یکی به خاطر از سرگیری فعالیت‌های تجارتی تاجران افغانستان که بنابر شیوع کووید 19 در یک سال گذشته فعالیت‌ها کم شده بود. دوم معرفی مهاجرین افغانی که در بخش صنعت و صنایع دستی و تولیدات تجارتی در تاجیکستان کار میکنند. سوم معرفی محصولات زراعتی و صنایع دستی افغانستان در مارکت‌های تاجیکستان است. تلاش‌های سفارت افغانستان برای جلب توجه خریداری تاجیک به محصولات صاحبکارانش در حالی است که در یک سال گذشته به علت پاندمی کرونا ویروس گردش مال میان دو کشور حدود 10% کاهش یافته است. ما در سال 2019 صادرات افغانستان به تاجیکستان حدود 3.8 میلیون دلار بود و صادرات تاجیکستان به افغانستان بیشتر از 80 میلیون و به شمول برق که قلم بزرگش برق است بیشتر از 50 میلیون دلار، قلم دومش که بزرگترین قلم است سمنت است که بیشتر از 15 تا 20 میلیون دلار میرسه و باقی مانده محصولات کشاورزی و سایر موادی که از تاجیکستان میروند. این دستدوزی‌های ملی افغانی در دوره پاندمی دوخته شدند. استحصال کنندگان این متاعها میگویند یک سال اخیر هرچند تجارت مالشان خوب نبود ولی تولید را قطع نکردند. نمایشگاه بر ما یک فرصت خوب است که کارهای خود ما به نمایش بگذاریم که دیگران هم خبر باشند که افغان‌ها چنین چیزایی در تاجیکستان تولید میکنند. حالا در تاجیکستان بیش از 100 شرکت مختلف افغانی فعالیت میکنند. دو کشور در بخش‌های مختلف از قبیل انرژتیکا، صنعت، کشاورزی، فرهنگ و امنیت همکاری دارند.